سلام، این منم پریسا. دارم آراویرا میکنم برای اینکه مراجعه‌هامون بیان. ببینید مثل یه زبلخان دارم این ور اون ور میدوام، همه کارا رو انجام میدم برای جراحی های امروزمون. این ولاگ امروزمون هستش که یه عالمه جراحی داریم و قراره در موردش بهتون توضیح بدم. اینجا گفتم بذار یه ذره خوشگلاسیون بیشتری بکنم، یه ذره بیشتر به خودم برسم، بدوم برم برای کارهای دیگه. یه عالمه سفارش داده بودم، سفارشام اومد شمردم، با فاکتور ست کردم ببینم درسته یا نه. دوباره یه فضای خالی از ژینه رو میبینین، منم که دارم مثل چی میدوام این ور اون ور و در حال انجام کارا و برنامه‌ریزی کارا هستم. اولین مراجعه جراحیمون اومدن دارن فرم پر میکنن برای اینکه بتونن مشاوره پزشک بشن. برای این الان میرن پیش پزشک. انقدر ویدیو رو تون کردم که بتونین سریری و تون همه روند رو ببینین. اومدن بیرون منتظرن تا نوبتشون بشه برن برای جراحی. مراجعه دوممون میاد. مراجعه دوممون هم فرم دادم بهش که پر کنه. داره تلاش میکنه که فرمو پر کنه و منم دارم بدو کارهای مراجعه اولمون میکنم که آمادش کنم برای جراحی. بعد فرمو پر کرد و داره با گوشیش بازی میکنه. مراجعه دوممون خیلی دیر کرد. این مراجعه اولمون بود در اصل، ولی مجبور شدیم مراجعه دوممون بذاریمش. حالا نمونه از مراجعه اولمون قبل عمل جراحی بلفاروپلاستی. ببینید چقدر افتادگی پلک داره، چقدر پف پشت پلک زیادی داره. بعدش رو ببینیم بعد از عمل عالیه. این بنده خدا خیلی استرس داشت، خیلی ترسید و بهش مجبور شدیم قرص آرام بخش بدیم، ولی دقیقا بعدش بهمون گفت که اصلا ترس نداشت و اصلا هم استرس لازم نبود این همه داشته باشم. ببین چقدر خوشگل شده چشاش، اون پف دیگه است. مراجعه دوممون این همون خانمیه که من مراجعه اول می بود. افتادگی پلک، پف پشت پلک از ناحیه داخلی و خارجی بسیار زیاده. یه پلک افتادگیش بیشتر از اون یکی هستش. ما جراحیش میکنیم. این وسط ها دکتر مجبور میشه که مراجعه رو ببره یه جای دیگه و بهش مشاوره بده. این مشاوره دکتره که داره میبینی. این مراجعه‌ای هستن که امروز اومدن. وای خدای من قشنگ شبیه یه زبلخان دارم این ور اون ور میدوام، با همه حرف میزنم، بهش رو توضیح میدم، مشاوره میدم. خدا حفظم کنه که انقدر تلاش و کوشش میکنم. مراجعه سوممون همونی بود که تو یه جایی لالوها داشتش مشاوره میگرفت که دیگه ویدیویی قبل و بعدش رو براتون